سلام دوستان، وقتتون بخیر. دوستان ما یه سری تو طرح‌های آباده، طرح منبتی که میخوایم کار کنیم، برگ و پیچک داریم که تو تمام طرح‌هامون تکراری هستش. حالا یه سری گل‌ها تغییر پیدا میکنه ولی طرح‌ها تکراری هست. ما طرح‌های تکراری رو دونه دونه به شما میگیم تمرین میکنید، همزمان هم کف‌برداریتون قوی تر میشه، هم طرح‌ها رو دونه دونه رو اینا تمرین میکنید تا دستتون روون بشه. ببینید این الان یه پیچک هستش. خب قبلا هم توضیح دادم طریقه دست گرفتن مغار و گفتن. ببینید گفتیم که از ته مغار برای خطهای صاف و طولانی، از نوک مغار برای خطهای کوتاه و دایره و نیم دایره. ببینید این طرح رو ما از اینجا نوک مغار رو فرو میکنیم داخل چوب و شروع میکنیم. هیچ فرقی نداره، عین همون تمرینی که با ته مغار انجام میدادید اینم همونه. ببینید خطمون رو میزنیم، دوربری میکنیم، اینم از این ور شروع میکنید. یه سری برگ ها داریم که حالا همون برگ های لوتوسی هستش که تو طرح‌های تذهیب کار میشه که توی آباده بهشون خار میگن، حالا بعضی جناقی میگن، اسمای متفاوتی داره، مهم اسمش نیست، مهم اینی که یاد بگیره چجوری اینا رو حالت بدید. خب اینو ما میزنیم. خب یه مربع 1:1 میگیرید. الان ببینید من سریع بعد از اینکه با نوک مغار اینو زدم برگردوندم، با ته مغار خط صافمو میزنم. دقت داشته باشید دوستان، یه مربع 1.5x1.5 میکشید. همچنین که قبلا هم گفتیم باید دست کاملا عمود روی چوب باشه، صاف روی خط حرکت کنید. اینجا ما همزمان میایم برای شما کف‌برداری رو یه دور دیگه توضیح میدیم که یه یادآوری بشه. خب زمانی که شما اینجا کف‌برداری کامل رو انجام میدید ولی اینجا طرح داریم، ولی هیچ فرقی نمیکنه، از یه جا شروع میکنیم. ببینید دقیقاً دست من رو نگاه کنید، خیلی وقتا توضیح اضافه دادن هنرجو رو گیج میکنه، باید نگاه کنید تا با نگاه کردن یاد بگیرید. ببینید من اصلا دستم گاهی وقتا بلند نمیکنم از رو کار، ببینید حالت دورانی به این صورت جلو میرم. وقتی مغارمو، این دیگه باید دستتون بیاد دوستان، وقتی مغارتون رو به اندازه نیم میلیمتر فرو کردید و خط انداختید، زاویه مغاری هم که میخواید کف بردارید نه خیلی بالا باشه که بیش از حد بره تو چوب، نه خیلی پایین که بزنه لبه رو. باید یاد بگیرید که این زاویه مغار یه جوری باشه که به همون اندازه برداره. حالا اگه یه جاهایی رو ببینید مثل اینجا قطع نکرد، یعنی برش نامناسبی خورده، مغار رو اهرم نکنید زیر چوبتون، چون یا این لبه کنده میشه یا نوک مغارتون کنده میشه. ببینید یه فشار میدید خودش کنده میشه. پس یه دور دورش رو میزنیم، میریم اینجا این قسمت دور کار رو یه دور میزنیم، میریم برای دور دوم دوربری. خب یه دور دیگه ما دوربری کردیم، به خاطر زیاده وقت ما اون تیکه رو نگرفتیم. ببینید میایم جلو اینجا، باز دوباره همون کار رو تکرار میکنیم. توی کف‌برداری که اینجا کامل انجام میدادیم توضیح دادیم. خب برمیداریم خیلی راحت. برای صاف کردنش هم ببینید مغار رو میذاریم، شروع میکنیم. گفتم ببینید ما از یه طرف شروع میکنیم، کف رو بر میداریم. اگر دیدید این قسمت داره اذیتتون میکنه، چوبتون گیر میکنه مغار تو چوب یا چوب ریش ریش میشه، سریع جهت چوب رو عوض کنید. من الان ببینید از اینجا که جهت چوب رو عوض کردم، صداش هم گوش کنید، مشخصه که گیر میکنه، اذیتم میکنه. این ور راحت تر بودم، برخلاف خواب چوب من فعلا دارم فقط مغارمو میذارم دوستان، فشار نمیدم. ببینید فقط با نگاه خیلی دقیق باید خیلی دیدتون قوی باشه. پستی بلندی ها رو بر میدارم، در آخر سر سمت خواب چوب ببین بدون اینکه فشار بیارم کفمو صاف میکنم. گاهی وقتا بعضی قسمت ها باید از نوک مغار استفاده کنی، بعضی وقتا از ته مغار. این دیگه توی تمرینات دستتون میاد که چه کار کنید. من الان این تیکه رو برداشتم، میام اینجا، اینم به همین صورت
یه ذره رو برمیدارم، همینجوری میریم جلو تا کف کار کامل برداشته شه. خب منم فهمیدم که خواب چوبم سمت این وره دیگه، به همین راحتی به همین سمت میرم جلو و کف کار رو صاف و یک دست میکنم. کف کار رو بردارید کامل، اصلا هم فشار نیارید که یه جا بره پایین یه جا بالا که هی حساس بشید بخواید تکه تکه بگید اینجا پایینه، اینجا رو یه ذره ببرید پایین، بعد اونجا کف کارتون خیلی بیش از حد بره پایین. چون کف کار اگر از 2.5 میلی تا 3 میلیمتر پایین تر رفت، دیدتون نسبت به کف کار کمتر میشه و کف کار رو نمیتونید خوب صاف درارید، مانور مقارتون هم کمتر میشه. و همین صورت کار سختی نیست، ذره ذره میریم جلو تا کف کار رو برداریم. کف کار رو کامل بردارید تا این پیچک رو یادتون بدن.